سلام برای سالتون چطوره؟ شیفو هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدیدی. تو این ویدیو یه سورپرایزی براتون دارم و میخوام تو این ویدیو بهتون نشون بدم و اگه خوشت اومد دکمه لایک ویدیو رو بکن و یه کامنت بذار که بهم یه انرژی خاصی بدی. و وقتی هم که نبودم و ویدیوهای گیم پلی نذاشته بودم بای دادم و یه سری اتفاقا افتاد، اکانتم فروختم جوری که تماشا میکنید، ولی خب پر انرژی برگشتیم که گیم پلی بذاریم و اینکه استریممون باز شد استریم بذاریم و حتما شما هم داخل چنل تلگرام روبیکاینا عضو بشید که قرار فعالیت‌های خاصی رو داشته باشیم. اما تو این ویدیو یه سورپرایزی براتون دارم. قبل اینکه بریم سورپرایزمون رو نگاه کنیم حتما دکمه لایک رو بزنید و ساب رو بزن که تو هم عضوی از ما باشی. بزن بریم که سورپرایزمو بهتون نشون بدم. حتما قول بده که دکمه لایک رو بزنی. برو بریم. خب بچه ها، همونجور که میبینید این موس بنده هستش که بچه ها سورپرایز منم موس کیبورد بودیم. موس بنده هستش که عنوان پرو میتونید تو گوگل یا همه جا سرچ کنید، عنوان پرو براتون میاره که من چند وقتی یه بارش بازی کردم، تمرین کردم و میخواستم که قوی تر و هرچه پروتر بشم. خط و خش افتاده، خب البته طبیعیه دیگه. و اینم از کیبورد بنده است. کیبورد گیمینگ به اینا میگم خیلی کوچیک‌تر از کیبورد پی سی هستش که خودتون میدونید. اینا تمام دکمه رو ما چیندیم برای پلی دادن. اینا تمام دکمه‌اش هستش و همونجور که تماشا میکنید به برق زدن و RGBش روشنه. و این زیر موس هم که تماشا میکنید مثبت بنده هستش که خیلی کوچیکه، بعد یه دونه سفارش بدم. حالا شما میگید که این موس و کیبورد به کجا وصل میشه؟ بچه این هابش هستش که تماشا میکنید. بچه به این کوچیکیشو نگاه نکنید، 1 تومن قیمتشه. بچه اینجا میبینید زده کیبورد. به کیبورد این سیم کیبورد وصل میشه به اینجا و سیم موس وصل میشه به اینجا. و این هم بچه این دکمه رو بزنید، تو هر یه دونه از این نقطه ها میتونیم یه سنس مخصوصی داشته باشیم و این طرفش هم وصل میشه به سراحی و سیم خودش. و البته بچه اون که هاب بود، اینم که گوشو میذاریم داخلش، اینطوری باز میکنیم و هر درجه که بخوایم میتونیم بذاریم. درجه هاشم تماشا میکنید. اینو اینطوری باز میکنیم، از این زیر اینو باز کردیم میذاریم تو هر درجه‌ای که خواستیم. که من درجه آخرشو میذارم که بهتر دیده بشه. حالا دیگه چی میمونه بچه؟ سیم مخصوص خودش بذارید بیارم. سیم مخصوص خودشه که وصل کردم به سراحی که بتونم باش پلی بدم و اینا. و بچه ها شاید بگید که اینا رو چند خریدی؟ این همه رو من اینا رو 2 تومن خریدم با هزینه کامل خودم، هیچی هم کمکم نکرده. و بچه این بود از این ویدیو امروز. ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودید. خدا نگهدار. آخر ویدیو همراه ما بودی و ویدیو ما رو دیدی. اگه از این سبک ویدیو خیلی دوست دارید لایک رو بزنید که من متوجه بشم که از این ویدیو خیلی دوست دارید. و همون بچه دلیل بای دادنم هم تو چنل یوتیوب توی یه ویدیوی لایک میگم و حتما از اون ویدیو هم حمایت کنید. دکمه لایک رو بزنید که بهم خیلی حال میدید. عشق منید. خدا نگهدار.